می‌گردند تو بازی بهترین جالب و دیدنی و هجومکار منظور همه موضوع هم قرار می‌گیرند. هیئت دسته روشن شهر کلوب و چنین میباشد و تر هیئت پررای این تیم را به شما خواهم گفت و اونایی که در هیئت ذخیره قرار دارند اونها می‌اندازیم نه آنقدر نتیجه خوب برای دسته روشن در موسم جاری هستند. در این زمان است هیئت پررای را بعدا به شما خواهم گفت و اونایی که در هیئت کل این دیدار شاید اشتباهی شده باشد. خوب بازی آغاز می‌شود دوستان ارجمند و مکنون رقابت دسته روشن و مرجان شریفوف رقم 7 سید مختار عظیم با توجه میکنیم به همین هجوم پرتاب به داخل جریمه گو امکان ضربه زنی به وجود میآید. اینجا خطای فوتبالبازان دسته اوسیلات با حمله خوفناک روشن میآورد پرتاب به طرف جریمه گو و توپ را اینجا طرف کرده شد. در یادگار فین زمان با توپ را از اون میگیرند. امکانیت خیلی خوب برای فوتبالبازان شهر کلوب. محمد جان رحیموف میدان تمام میشود. آماده بود این زمان شهرالدین بابایف با توپ امکانیت خیلی خوب. شهرالدین تا هنوزم با توپ از ضربه و در نتیجه صدگذاری این زمان قرار داشتن. توجه میکنیم با این هجوم خیلی خوب فوتبالبازان دسته روشن. امکانیت خیلی عالی است و ضربه زده شد. گبکو پروسپر توانست خیلی خوب اینجا بیلا با مرسن بازی کرد. شهرالدین بابایف ارسالیو و کی بود اینجا که توپ را از 1 متر وارد دروازه کردن نتوانست. تویر جان تقویزاده بهترین امکانیت فراهم میآید. این فوتبالباز به توپ نمیرسد از پا میافتد. اوسیلات ورده میرساند. عبدالرحمن ناظیموف ضربه به طرف دروازه. امکانیت برای ضربه زنی وجود دارد. ضربه خیلی خوب و این حسین نورمتوف بود. امور بسیار هم مشهور و مهمی ایکس جی بگیریم. حداقل یک گل بود زده میشد. ضربه با طرف دروازه و گبکو پروسپر. ضربه با طرف دروازه. این حالت هم برطرف شد. محمد جان رحیموف ارسال به داخل جریمه گو و اینجا گبکو پروسپر خیلی خوب بختیار ظریف توپ را گرفت. حرکتی اوید و خط حمله ادامه دارد. پس به محمد جان رحیموف امکانیت خوب پرتاب نوبتی و گبکو پروسپر. جان رحیموف در نزد توپ قرار دارد. ارسالیو به داخل جریمه گو ضربه و فرصتی خوب بود. جا تقاضا پاس با مرجان شریفوف ارسال به داخل جریمه گو عبدالخلیل بارانوف و اینجا هم یوگنی گریتسن که اول شده توپ را میگیرد. دمیتری پاولیش پرتابی توسط کنار به خط هجوم ارسال به داخل جریمه گو رسانیده میشود. ضربه و این امکانیت بهترین گلزنی بود. خوب ضربه نازیم بابا جانوف و خیلی ضربه خوب. کنار محمد جان رحیموف حرکت را ادامه میدهد. هرچی زودتر این حمله را به اتمام رسانیدن لازم است. ضربه و گبکو پروسپر امکانیت نوبتی پس به کنار درست رسانیده میشود. نازیم بابا جانوف ضربه بازی خیلی هم جالب و دیدنی و بازی مهم. پس به کنار ارسال شهرالدین بابایف به داخل جریمه گو ضربه و امکانیت خیلی عالی بود ولی استفاده کردن. پرتاب به داخل جریمه گو رسانیده می شود. نه اینجا توپ از میدان بیرون. خب همینطور داور صدا شکش را بلند میگرداند. بازی دسته های روشن و اوسیلات یعنی دربی ولایت ختلام به گل جنبست می شود ولی بازی